جامعه‌ای که بچه‌هاش دروغ کردن یاد بگیرن واقعا نگران کننده است. همون بچه‌هایی که ما براشون قصه چوپان دروغگو رو بارها گفتیم، قصه و فیلم پینوکیو رو نشونشون دادیم. یعنی الان در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ما همش در حال دیکودینگ هستیم، داریم رمزگشایی می‌کنیم. ما الان دقت کنید هر جا که می‌ریم میگیم قیمتش چقدره، واقعا نمی‌دونی به راست میگن یا دروغه. اگه ماشین دادی درست کنن، اگه به یه نفر ابراز عشق کردی اونم میگه واقعا من از ته قلب تو علاقه دارم، نمی‌دونی. این جامعه‌ای که مبتنی بر رمزگشایی شده خب خیلی پیچیده است، خیلی نگران کننده است. این دیگه نه با پول حل میشه و نه با جابجایی سیاستمدارا. یعنی یک زمانی میخواد یک اتفاق عمیق افتاده تو روح و قلب و ذهن ما. به هر حال دروغ میوه باغ دروغه.